با درودی دیگر باره به همه اونهایی که این لحظه ها به ما پیوستند و ما را از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ جمهوری چک تماشا دارند. حالا ساعت در اینجا رسیده است و در دوشنبه ساعت 2 است، در روسیه باشد ساعت 12 و امیدوارم که چند دقیقه رو به ما میبخشید تا اینکه بدونید که کدام سرخطی خبرهای مهم تاجیکستان و جهان رو ما روی دست داریم و بعد این بازم بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری با ما میپیوندید برای دیدن و شنیدن تفصیلات خبر و گزارش‌های بیشتر. با سپاس به هر یک شما برای همراهی و من آغاز میکنم از سرخط خبرها. ژورنالیستان باور ندارند که نوشته هایشان تصمیم حکومت را تغییر میدهد. این یکی از نتیجه های تحقیق پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا است که در میان 4 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان انجام شده است. در این نظرپرسی دهها خبرنگاران شرکت کردند و گفته های آنها گواهی این بود است که وضع ژورنالیستیک در این کشورها چندان خوب نیست و مطبوعات که اصلا همچون حاکمیت چهارم شناخته میشد این مقام رمزی خود را به تدریج از دست میدهد. در برنامه امروز اوید این موضوع با تفصیل صحبت میکنیم و به نقاط دیگری پژوهش رو میاریم و همچنین همراه خواهیم که وضع بیان البته از نگاهی خود روزنامه‌نگاران و تحلیلگرانی که این ساحه را خیلی خوب میدونند. شرکت‌های چینی کارخانه‌های محلی تاجیکستان را از پای می‌درآورند و چگونه تنها یک شرکت توانسته است فعالیت 10 کارخانه کارکرد پخته را در جنوب تاجیکستان کساد نماید. در پس منظر رقابت‌ها را باختن کارخانه‌های محلی، شرکت چینی جونتای فعالیتش را در منطقه گسترده‌تر می‌کند. از جمله پرزیدنت امام علیه رحمان روز 5 نوامبر حین سفر خود به نویه دنغره با قیچی زدن لنته سرخ باز یک کارخانه عظیم رساندگی جونتای را به کار انداخت. با گفته رئیس جمهور این کارخانه چینی اقتدار کارکرد 25,000 تن نخ پخته را در یک سال دارد. تنها در 9 ماه سال جاری زیاده از 8,000 تن رشته استحصال کرده. در 2 سال اخیر 13,000 تن رشته پخته را به چین صادر کرده. ضمن در ادامه موضوع چین از سوی پروانه نوروزی می‌کنند و قرار است بعد 2 سال وکلان تاجیک به بینای نو ساخته شده بکوچند. در این باره در برنامه امروز گزارش داریم و فکر میکنیم که دیدن این گزارش برای شما نیز جالب خواهد بود. 2 نامزد مسلمان در مجلس نمایندگان با پایان یافتن رایدهی در بسیاری از ایالت‌های آمریکا شمارش آرای انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا آغاز شده است. طبق اعلان نتیجه ها 2 نامزد مسلمان، یکی الهان عمری سمالیت تبار در ایالت مینیسوتا و رشیده طلایبی فلسطینی تبار در ایالت میچیگان موفق شدند به عنوان نمایندگان 2 حوزه انتخاباتی وارد مجلس نمایندگان شوند. رسانه‌های آمریکا پیش بینی می‌کنند که جمهوری خواهان اکثریت خود را در سنات حفظ خواهند کرد. طبق پیش بینی‌ها حزب دموکرات نیز اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست خواهد آورد. مشکلات اجتماعی از دوربین تلفن‌های ساکنان عادی و یا چگونه به مردم برای مکالمه و همکاری با مقامات حل نمودن مشکلات موجوده‌شان را یاد می‌دهند. این طرح از سوی سازمان ملل متحد مبلغ گذاری شده و نویه‌هایی را فرا می‌گیرد که مردم در منزل‌های نوساخت خود به سر می‌برند اما از نبود آب و برق و راه درست و نقلیات جمعیتی محرومند. خوب، در این باره ما گزارش داریم و اگر در برنامه امروز فرصت رسید در مورد زیاد شدن شماره زندانیان در محبس‌های تاجیکستان برای شما معلومات می‌دهیم که طبق آمارهای آخر تا سال گذشته تعداد زندانیان تاجیک بیش از 10,000 نفر بود و همکاران ما این موضوع رو پیگیری دارن و فکر میکنم تا شروع برنامه خبری رادیو آزادی ما در این زمینه معلومات بیشتر رو در دست خواهیم داشت. همین گونه خبرهای دیگر رو نیز داریم که در برنامه خبری بعداً برای شما تفصیلاتش رو خواهیم گفت. بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب و در www.azadi.org وبسایت رادیو آزادی و همچنین در صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی ما رو منتظر باشید. من با شما خداحافظی نمی‌کنم و بعد 3 ساعت دیگر همه شما رو در پخش مستقیم منتظر می‌شوم.